در پایتخت گرجستان فعالان حزب‌های مخالف حکومت بر ضد بسته شدن صورت حساب‌های بانکی محبوب‌ترین شبکه تلویزیونی این کشور اعتراض نمودند. به قول آنها این عمل که با تشبث حکومت راه اندازی شده است، سرنوشت منبعده تلویزیون خصوصی روستوی 2 را زیر سوال می‌گذارد. طرفداران حکومت این شبکه را با جانبداری از حزب پرزیدنت سابق گرجستان میخائیل ساکاشویلی متهم می‌کنند. سفیر ایالات متحده آمریکا در گرجستان از بسته شدن صورت حساب‌های روستوی 2 نگران بوده، تاکید کرده است که ظاهراً این اقدام را میتوان فشار به آزادی مطبوعات نامید. روز یکشنبه در نزد بینای دادگاه شهر کیشینیو مولداوا هنگام محاکمه امکان تمدید حبس سروزیر سابق این کشور ولاد فیلات مردم زیاد جمع شد. گروه طرفدار تمدید حبس و دیگران مخالف نگهداشت فیلات در بازداشتگاه بودند. 15 اکتبر در رابطه با غیب زدن 1 میلیارد دلار از 3 بانک مولداوا فیلات بازداشت شد و بالاخره 18 اکتبر دادرس اعلان کرد که سروزیر سابق به مدت 30 روز دیگر در بازداشت خواهد ماند. در گزارش سازمان غیردولتی افغانی با نام برابری صلح و دموکراتیا تاکید شده است که در سال 2014 برخوردهای مسلحانه در افغانستان مساوی به 113% بودجه این کشور زیان آوردند. در نشستی مطبوعاتی در شهر کابل رهبر این سازمان ادریس عمرزاد گفت سال گذشته قیمت تأمین امنیت، پرداخت جبران به قربانی‌ها، تخریب انفراساختاری و ضرر به نظام بهداشت و معارف افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار را تشکیل داد. سال 2014 با کاهش حضور سربازان پیمان ناتو، طالبان حمله‌هایشان در سراسر افغانستان را افزایش دادند. در جواب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بیرونشوی سربازان آمریکایی از افغانستان را به تأخیر گذاشته اعلان کرد که 5500 سرباز آمریکایی تا انجام مهلت ریاست جمهوری او یعنی تا ماه ینور سال 2017 از افغانستان بیرون نخواهند شد.